سلام خدمت عزیزان، امیدوارم که سال خوبی باشه واسهتون. بهترین ها رو میخوام واسهتون، با تلاش و کوششتون به دست بیارین، چون هیچی بدون تلاش و کوشش نمیشه. محبت کنین، پدر و مادر خودتون رو نیکی کنین بهش، خدا رو در نظر بگیرین، دقیقه به دقیقه شکرگزاری داشته باشین در هر حال، خوب بودی بد بودی. محبت بین ما کار خدا بود، من از آنجا خدا را میشناسم. محبت بین ما کار خدا بود، من از آنجا خدا را میشناسم. محبت بین ما کار خدا بود، من از آنجا خدا را میشناسم. من از آنجا خدا را میشناسم.